برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز درس 53 عقیده هسته و آخرین موضوع درباره توسل است و ما و شما تشریح کردیم. دوستایی که نو تشریف آوردن و در درس‌های قبلی نبودن، موضوع توسل تقریبا در قرآن عظیم شان 3 قسم توسل خلاصه‌اش براتون میگم که 3 قسم توسل بیان شده که یکی توسل مشرکین بود که اونا توسل میکردن به خالق متعال. مشکل مشرکینی بود که اونا ایمان داشتن ولی در پالوی ازی که اینا به الله ایمان داشتن و آیات قرآن میگه که ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا یقولون الله. وقتی که از مشرکین قریش پرسیده میشد که شما را کی خلق کرده، آسمان و زمین کی خلق کرده، خالق کائنات کی هست، میگفتن الله هست. و باز وقتی که بر از اینا گفته میشد خیلی وقتی که الله خالق کائنات هست، شما چرا میرین پیش بتها و چرا میرین پیش قبرهای شخصیت‌های بزرگ؟ مثلا یهود پیش قبرهای پیغمبرای خود میرفتن سجده میکردن، نصارا پیش قبرهای پیغمبرای خود میرفتن سجده میکردن و توسل میجستن. بازیا میگفتن که ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمیکنیم مگر هدف ما چی است؟ الا لیقربونا الی الله زلفا، مگر هدف ما ای است که یا ما را به الله نزدیک میسازه. پس فلسفه بت پرستی چی بود؟ امو وسیله قرار دادن بتها و قبرها به خاطر ازی که اینا را به الله نزدیک بسازه. از این خاطر آیت شریف این آمد و برای مسلمان ها بیان کرد که شما این کار از اینا را نکنین. و همین قسم مشرکین حبشه هم به قبرهای پیغمبرای خود و قبرهای اشخاص صالح مراجعه میکردن و اونا را وسیله قرار میدادن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما و شما بیان کرد که لعن الله الیهود و النصارى، لعنت الله بالای یهود و نصارا نازل شد. چرا که اینا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اینا قبرهای پیغمبرای خود سجدگاه قرار دادن. بت پرستا در مقابل بت عبادت میکردن و قبر پرستا در مقابل قبر عبادت میکردن. بت در زبان عربی صنم میگن و قبر که عبادت چه او را چی میگن؟ وثن و ثینون. از او خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز دعا کرد که اللهم لا تجعل قبری وثنا، پروردگارا قبر مرا وثن نگردانی، یعنی او تو قبر نگردانی که کارهایی که بت پرستا پیش بت خود میکنه امت ما بیاد پیش قبر ما بکنه. به می خاطر است که این کارها دعای رسول الله هم قبول شده و الله امت مردمای را بالای قبر پیغمبر مسلط ساخته که کسی را اجازه نمیتن که به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کنن؟ رکوع بکنن یا سجده بکنن. سالانه به میلیون انسان قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم زیارت میکنن، لکن شرکیات در قبر از اون است. کس در گرد قبرش اجازه طواف نداره، کس حق نداره که خدا پیش روی قبر حتی وقتی که میری مجبور است که روی طرف قبله دور بیتی. و کسایی که نمیفهمه همونجا علمای بزرگ ساد هستن، برش میگن برادر محترم روی به طرف قبله دور بیتی و دعا بکن. و اگر کسی میخواد که آیین ماش بکنه یا کسی میخواد که پیش قبر پیغمبر رکوع بکنه و یا سجده بکنه، این ممانعت میشه. چرا میشه؟ به خاطر ازی که دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد قبر خود چی شده؟ قبول شده که گفت اللهم لا تجعل قبری وثنا، پروردگار قبر مرا وثن نگردانی. اینال توسل اول که در قرآن عظیم شان ذکر شده توسل مشرکین بود که اینا به این شکل وسیله میگرفتن و میخواستن خدا به خداوند قریب بسازن. قسم دومه که توسل در قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و است و ما تقریبا در 4-5 درس بعضی دوستان متاسفانه زنگ میزنن که استاد من یک سوال درباره توسل دارم. اون روز یک برادر محترم برای من زنگ زد، گفتم برادر عزیز ما 5-6 جمعه 1 ماه شد که درس توسل میتیم، هنوز خلاص نشدیم. تو میخوای می 5 دقیقه و هم در بین تلفن ما برای تو کل امی 6 ماه 1 ماه کنیم ما درس برای تو تشریح کنم. تو میخوای عقیده یاد بگیری در حلقه درسش را کو، میخوای عقیده یاد بگیری ما 51 این امروز درس 53 است. چند ماه شده می دوستایی که همینجا
تشریف دارن و درس ها را گوش میگیرن. تقریبا چندین ماه شد لکن تا بال ما شما همین درس های عقیده را نصف نکردیم. یک نفر میخواد بین موبایل برای 5 دقیقه عقیده خود جور بکنه. رسول الله صلی الله علیه و 13 سال تنها درس عقیده داد. صحابه کرام 13 سال درس عقیده خواندن. قرآن عظیم شان 13 سال آیات مدنی کلش درباره عقیده هست. شما بفرمایید مهربانی کنین تو یک روزنامه امینو که در افغانستان از چیز خلاص شدن، الف ب ت س را یاد گرفت، عقیده خود از حافظ میخونن، حافظ هم میخونه، 5 کتاب هم میخونه، گلستان سعدی را میخونه، بعد از او باز می سر خلاصه کوکی عقیده. حال تو عقیده از قرآن عظیم شان بگی، عقیده از احادیث رسول الله هم بگی و در مجلس شام نمی. از این خاطر مشکل مردم ما که عقیده را یاد ندارن، وقتی که برشان موضوع عقیده در کدام مجلس چه وقت موضوع عقیده را میشنون که در یک عروسی، در یک توی عروسی اسلامی باشه، باز اونجا یک دو کلمه از عقیده که گفته شد یا در کدام میمانی سر موضوع عقیده بحث میکنن، باز یکی میخزه او را بیاب میکنه، او دیگه میخزه او را بیاب میکنه، او را میگه تو وهابیستی، او را میگه تو مشرک هستی، او را میگه مرتد هستی. مشکلشان در چی است که در درسای عقیده اشتراک نمیکنن. آیاتی که درباره عقیده هست او را حداقل یک مرتبه معنایش نمیفهمن، احادیث نمیفهمن، از این خاطر مشکل برشان پیدا میشه. به این خاطر توسل یا وسیله که ما شما در چند درس گذاشته خواندیم که در اسلام توسل هست. چندین قسم توسل است. توسل انسان میتونه مثلا با اعمال خود بکنه، توسل با ایمان خود بکنه. پروردگار ربنا اننا آمنا، این توسل. پروردگار ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، بخاطر ایمان ما را برات پیش میکنیم پروردگار ما را مغفرت بکن. اعمال صالحی خدا پیش میکنه، مثل احادیثی که امو چند نفر که در غار بودن، این احادیث و ای را کلش ما گفتیم. اگر دوستایی که در درسای قبلی نبودن میشه از طریق سی دی هایی که این موضوعات تشریح شده اینا چیز کنن. سومی مسئله مشکلی که توسل اهل بدعت اینا کسایی هستن که یا توسل جویی میکردن. چه قسم توسل جویی میکردن که درس ما و شما در یه هفته انشاءالله اگرچه هفته گذشته میره تشریح کردیم که اینا کسایی که اهل بدعت هستن، امی اهل سنت در مقابل چی استعمال میشه؟ در مقابل اهل بدعت. متاسفانه آل در بین اهل سنت هم اینمی بدعت ها شروع شده و به نام اهل سنت و کتابایی چاپ میکنن به نام اهل سنت، لکن اهل سنت از اینا بیزار است. این حال بعضی کسایی که به بدعت ها مبتلا هستن چی میگن؟ میگن که والله صاحب ما روز یک کتاب خواندم، نمیخوایم نام عالمش یا نام مؤلفش بگویم به خاطر ادب و احترامی که به مؤلفین و به کسایی که داریم، نمیخوایم کسر شخصا یا غیبتش شوه یا بدگویی شوه یا نامش بگیریم، لکن از باب ای که مردم حق بفهمن کتابی بود به نام توسل و تبرک. من خواندم این کتابه، متاسفانه عالم ازی که حتی خودم میگه که من مفتی هستم و فتوا میتم و ای چی میگن؟ اول در کتاب خود استدلال که کرده به لغت عربی چی میگن؟ میگه توسل در لغت ذریعه و طلب دعا از شخصی که وسیله قرار داده میشود. خوب سیل کرین. این عالم توسل به چی کرده؟ اصلا ما شما خواندیم که توسل به توسط چی میشه؟ توسط اعمال خود انسان میشه. چرا؟ قرآن عظیم شان میگه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين، استثناء کی قرار داده؟ مگر کسایی که آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کوکی از شخص اینجا؟ کدام شخص اینجا گفته؟ آمنو گفته؟ اول وسیله نجات تو چی است؟ ایمانت است. دوم وسیله نجات چی است؟ عمل الصالحات. سوم وسیله نجاتت تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دعوت است به طرف اسلام. خب اینی هست توسل قرآنی. لکن این شخص چی میگه؟ میگه توسل در لغت ذریعه و طلب دعا از شخصی که وسیله گرفته میشه. خب ایره از کجا گرفتی گپه؟ خب حتما ما گفتم شاید دید از کدام کتاب دیکشنری. حالا ما و شما که اگر کلمه را ضرورت داریم انگلیسی میریم به دیکشنری انگلیسی، عربی میریم در عربی معاجم میگن، در عربی همین دیکشنری را معجم میگن و معاجم تقریبا کتابای علمای عرب نوشته کردن که شما سائل کنین این کتاب یکی اولین معجم العین است، خلیل ابن احمد فراهیدی نوشته کرده،
این کتابای معاجم عربی در لیسانس و در ماستری و در دکترا، کسی که دکترای خود نوشته میکنه، تو میتونی وقتی که یک کلمه عربی رو ترجمه کنی برای استاد که استاد راهنمای توست، برش میگه که مدام معجم العین این کلمه رو اقسم ترجمه شده، برات میگه درست است. برش میگه که در لسان العرب علامه ابن منظور این نوشته کرده، میگه درست است. برش میگه که مثلا فلان معجم معتبر به نام تاج العروس است، معجم های مثلا معتبر از بنا چیز اینال قاموس المحیط است، این کتاب است. بر ما استادا میگفتن که شما نمیتونید نظر دیکشنری که در روی بازار است یا هر کسی که هر کلمه را خواست از دل خود ترجمه کنه. کلمات عربی برده او کتاب ببین که علما چی نوشته کردن، اصل کتاب. پس وقتی که من مراجعه کردم به قوی ترین معجم که لسان العرب است، علامه ابن منظور چی میگه؟ میگه وصل فلان الى الله وسیلة اذا عمل عملا تقرب به الیه. ببینین عالم ما، مفتی ما، شخصیت ما، عالم بودن خب تعصب نمیشه. عالم بودن خب این نمیشه که چپن بسیار کلان داشته باشی. عالم بودن خب از این نمیشه که لنگی بسیار کلان بپوشی. عالم بودن خب نمیشه که پیش روی نامت 65 کلمات خدا تزکیه بکنی و خدا چیز کنی. عالم به این میشه که تو امانت علمی را این مراعات بکنی. متاسفانه او توسل به شخص انتقال میده و این در لغت که این عالمه که گپش قابل اعتبار است، این چی میگه؟ میگه وصل فلان الی الله وسیلة اذا عمل، وقتی که میگه عمل کرد عملا یک کاری را، تقرب به الیه که توسط از او چی کرد؟ به اون نزدیک شده. مثلا دو قسم معسل است در دنیا، اول توسل در دنیا، توسل در آخرت. توسل در دنیا خب دو قسم معسل داریم. یک معسل داریم که عمل میکنه، درس میخونه، زحمت میکشه، روزانه حاضری داره. اینمی حاضری از این سبب چی میشه که استاد از این راضی میشه، این 100 نمره میده. این کار بسیار خوب است در دنیا. دوم قسم معسل داریم، درس نمیخونه، حاضری نمیده، کتاب درست نداره، چپتر نداره، در روز امتحان که شد پارچه سفید پیش میکنه، باز برای تلفن میگه که والا فلانیگه که کامیاب کو. این میگه این صاحب ما هم توسل کردیم. این دروغ میگه، این توسل نکرده، این واسطه کرده. وسیله توسط اعمال میشه و واسطه توسط اشخاص. از این خاطر بعضی کسایی که گپ میزنه بین توسل، بین وسیله و بین واسطه فرق کردن ندانست. این مسئله که درس خوان و زحمت کشید و حاضری داد و 100 نمره گرفت، حقش است نیست؟ حقش است. این مسئله دیگه که درس نخوان، زحمت نکشید، از طریق تلفن به زور سر استاد خود 50 نمره گرفت، این چی است؟ این مسئله خائن است و این استاد هم خیانتکار است که 50 نمره داد با تلفن. با دربار الهی وسیله چی است؟ ایمان، آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایمان داری، درسای عقیده رو میخونی، حتی اولادت هم کتت میری که باش عقیده از هم خوب شوه، بچه های جوانت هم کتت میری، بچه خودت هم کتت گرفته میری که باشی 4 کلمه از عقیده بفهم، عقیده بچه درست شوه، تو هستی مسلمان واقعی. تو آمدی وقت تا دادی از ساعت 9 بجه می تا ساعت 12 بجه، آمنو هستی. عملوا الصالحات وقتی که عبادت بود، حی علی الصلاة حی علی الفلاح گفته شد، عاجل دویه خضوع میکنی، می نماز میکنی. اینی رو میگه وسیله قرار دادن اعمالت برای الله. وقتی که یک کسی رو دیدی که مشکل داره فوراً برش کمک میکنی. وقتی که یک کسی رو دیدی که دین نمیفهمه دعوت میکنی. بعضی جوانایی داریم که به خاطر دعوت دین لت خورده، بیاب شده، آبرویش ریخته. ما خودمان شخصا والله آبروی خود به خاطر دین فروختیم. بسیاری وقتا بسیاری مردمای متعصب حتی بسیار کلمات زشت گفتیم، ما را بیاب ما کردن. آخر گفتیم ما خاص پیغمبر خدا کده بیشتر نیستیم. پیغمبر به خاطر از دین سرش ترقید، خونالود شد، در طائف لت خورد، اما ما به اون سوی هم نرسیدیم.
و آمادی ازش هم میشه انسان مسلمان. بسیاری از جوانای ما حتی لت خوردن، حتی خانهشان خراب کردن، حتی از قریه کشیدنشان، حتی برادر و پدر و دوست بسیار نزدیکش کتش مقاطعه کردن. اینی هست انسانی که میتونه باز در روز قیامت و رسول الله صلی الله علیه و آله که ای پیغمبر خدا تو شفاعت مرا بگو که من در راه تو رفتم، سر تو هم به خاطر دین ترقید، سر من هم ترقید. تو را از خانه به خاطر دین کشیدن، مرا هم به خاطر از دین از خانه کشیدن. که تو هم اعضای خانواده دشمنی کردن، که من هم به خاطر توحید اعضای خانواده ما دشمنی کردن. اینه میگه وسیله درست. وسیله غلط چی است؟ آذان میشه دا آذان نمیره، اونجا مردم در جماعت میره، این قرار اونجا شیشته، خانمش جراب پوشیدگی و به حیا هست. چی میگن؟ این اصلا ما میریم پیش فلانی شخصیت که شاهد شمشیره هست، او شاهد شمشیره ما را در جنت ببر، او شاهد شمشیره برای ما دختر بچه بده. افسوس شاهد شمشیره رابطهشان با دنیا قطع است. چرا که وقتی که یک نفر میمره و رابطهش قطع از گپ زدن نمیتونه. اگه شاهد شمشیره برش میگه برادر عزیز، خواهر عزیز، ما اگر میتونستم برای خود بچه و دختر میدادم، خودم در بین ازی قبر افتادیم، خودم سرم کوت خاک است. خالق الله هست، پیغمبر برای خود بچه دادن نتونست، من چطور برای خود بر دو بچه بدم؟ وسو که عقیده باطله تا این متاسفانه این عقیده. این حاله ببینین علامه ابن منظور این قسم میگه و دیگه علمایی را که وقتی میین سر هر کتاب را که باز بکنین، هر عالم، علامه ابن سیده یک کتاب است در عربی به نام المخصص، ایرا علمای که متخصص هستن، مسلکی هستن، واقعا عالم هستن، میشناسن. ابن سیده نویسنده عزیز چی میگه؟ میگه صاحب العین چی میگه؟ میگه الوسیله ما تقربت به وقد توسلت به الیه و منه توسل الی الله تعالی بعمل تقرب. پس میگه تقرب توسط این وسیله وقتی که تو میخوای خدا نزدیک بسازی چی است؟ توسط چی است؟ بعمل. با واسطه چی است؟ عمل است. تو که شخص خب ایناله این کسی که سبحان الله از خدا بترس، کاش که یه عالم صدای مرا بشنوه، کاش که یک روز سیدی رو ببینه. والله تو عالم از مکه عالم هستی، از مکه خوب میفهمی، از الله بترس. عقیده ملیون نفر تو خراب میکنی با این قسم نشته کردن. او را از عمل، از ایمان به اشخاص دور میتی که برو در به قبر پرستی مشغول شو، برو پیش قبر سجده بکن. سبحان الله، جواب الله را در روز قیامت آدم چی خواهد داد؟ خب علامه ابن کثیر عالم بسیار بزرگ است، از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که صحابی پیغمبر است، مفسر قرآن است، چی میگه؟ میگه معنای وسیله قربت و نزدیکی می باشد و مثل این معنا را از مجاهد، ابی وائل، حسن بصری، عبدالله ابن کثیر، صدی هست یا سدی است، ابن زید و غیره نقل نموده است. این حالا ببینید دیگه عالم چی میگه؟ میگه عرب ها میگوین الواصل و الف سین لام به معنای رغبت داشتن است. کسی که به الله رغبت داشته باشه. واصل کی میگن؟ کسی که به الله رغبت داشته باشه. خب آیات قرآن وقتی که تو را میگه که به الله خود قریب بساز، چی میگه قرآن عظیم شان؟ واسجد. چی گفت؟ پیش شخص برو که به خدا قریب شوی، یا گفت سجده کو به الله قریب شوی؟ چی گفت؟ واسجد واقترب. چی کو به الله نزدیک میشی؟ سجده کو. یا میگه نه پیش شخص برو. با کی سجده کنیم؟ به الله یا به مخلوق؟ به الله سجده کنیم نه که قریب شویم به الله، یا به مخلوق سجده کنیم خدا به الله نزدیک بسازیم؟ یعنی که قرآن عظیم شان اگر آدم بخونه هر آیت قرآن. خب مشکلی است که امی کسی که این معنای لغوی از این غلط تشریح کرده، بازمی مفتی صاحب محترم میگه یا ایها الذین، این ما براتون آیات قرآن میتم، سعی کنین دلیلشه. تو حالا خوب امی دلیل از این بخوانین. افسوس که پروژکتور میبود که ما گپای از این اما تو خوب چی میکردین؟ میدیدین.
میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. میگه ای کسانی که شما ایمان آوردین اتقوا الله، بترسین از الله، وابتغوا الیه الوسیله، و به الله چی کنین؟ وسیله بگیرین. این مؤلف کتاب صاحب چی نوشته میکنه؟ میگه که میگه او برادر عزیز ببینین که این گپ میگه علامه علوسی انت میگه و میگه سعی کنین شیخ و مفسرین انتو گفته. این گپ کی رو نقل میکنه؟ از علامه علوسی را. حالا ببینین که این گپای علامه علوسی را چه قسم نقل کرده و کجای گپ مانده و کجای گپ گرفته و چی استنباط کرده و علامه علوسی چی میگه. دیگه هیچ شک نیست که علامه علوسی مفسر بسیار بزرگ است و من همیشه از کتابای عزیز استفاده میکردم. روز که کتاب خواندم که گفت علامه علوسی قسم میگه، حیران ماندم که علامه علوسی تو یک گپ میزنه. بازم دلم طاقت نکرد، گفتم نه باید من تفسیر علوسی رو پیدا بکنم و ببینم که این چی گفته. این میگه علامه علوسی میگه که تحقیق کلام و خلاصه سخن در این مقام این است که استغاثه به مخلوق و گرداندن وی وسیله، یعنی گردانیدن وی وسیله به معنای طلب دعا از وی شک نیست در جواز آن. این عالم صاحب در اول میگه که این ما فتوا میتونم که دعا کردن به مرده و قبر و ایگپا پروا نداره، ای جایز است. و باز میگه گپ علامه علوسی رو میگیره، میگه این علامه علوسی هم این قسم گفته، یعنی تحقیق کلام و خلاصه سخن در این مقام این است که استغاثه به مخلوق، که تو از مخلوق استغاثه بکن کمک بخوای و گردانیدن وی وسیله به معنای طلب دعا که به این مخلوق دعا بکنی، از وی شک نیست در جواز آن. در جواز ازی شک نیست، یعنی معنای گپ ازی است که میگه این صاحب علامه علوسی در جزء 4 و صفحه 135 تفسیر خود گفته که استغاثه از مخلوق و دعا کردن به این مخلوق هیچ پروا نداره. هدفش چی است؟ که میتونی در قبر بری، میتونی پیش قبرستان بری و از این نفر کمک بخوای و استغاثه بکنی. و فتوای خود می قسمت صادق کرد. من ایران ماندم که آیا انسان میتونه پیش قبر بره و استغاثه بکنه و میتونه بره پیش قبر و دست دعا بلند بکنه که ای مرده بر من کمک بکو، ای شهید بر من کمک بکو، ای کسی که در اینجا دفن هستی بر من کمک بکن. خب بالاخره دلم طاقت نکرد، آمدم تفسیر علوسی را باز کردم، دلم کفید که سبحان الله به این اندازه ظلم سر یک عالم بزرگ تهمت کردن. خب آمدم که باشی گپ ای گفته نگفته. اول علامه علوسی چی میگه؟ علامه علوسی در یا ایها الذین سوره مائده آیت 35، هر کس که تفسیر علوسی داره سوره مائده آیت 35 باز بکنه و ببینه که علامه علوسی چی میگه. این میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. گپای علامه علوسی رو براتون نقل میکنم. علامه علوسی میگه که وسیله هی فعیله، یعنی در زبان عربی به وزن چی است؟ وسیله به وزن چی؟ فعیله. به معنا چه کل معنایش میگه؟ به معنا ما یتوسل به و یتقرب الی الله عز وجل من فعل الطاعات و ترک المعاصی. دیگه به علامه علوسی است. علامه علوسی میگه که وسیله چی است؟ آن چیزی که تو توسل میکنی به الله و خود به الله نزدیک میسازی. من تشریح میکنه من فعل الطاعات و ترک المعاصی. چی معنی فعل الطاعات و ترک المعاصی؟ که اطاعت الله را بکنی و معصیت ها را چی کنی؟ ترک کنی. اینی میگه معنای آیت قرآن است که وابتغوا الیه الوسیله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. علامه علوسی چی میگه؟ میگه معنای چی است؟ که تو توسل بکنی و خود به الله نزدیک بسازی با چی؟ با فعل طاعات و ترک المعاصی. کو که اینجا اشخاص
خب من وصل الى كذا ای تقرب الیه بشیء. این امی آیت شریف تحت امی آیت شریف. خب این علامه آلوسی گفته. میریم پیشتر. علامه آلوسی سبحان الله، این علمایی که علمای بزرگی که قرآن تفسیر کردن، از دستی که یا تقوا داشتن، الله بر ازیا اتو را نشان داده که دمق گپ اکتفا نکرده. اگر ما و شما می بودیم دمق گپ چی میکردیم؟ اکتفا میکردیم. لکن علامه آلوسی بسیار در اینجا چند موضوع دیگر هم یاد کرده که خوب سرت خلاص میکنه. چی میگه مثلا؟ آل علامه آلوسی دلایل مردمای گمراه را میگه. دلایل کی نمیگه؟ مردمای. سیکم میگه واستدل بعض الناس بهذه الآیه على مشروعیت الاستغاثة بالصالحین و جعلهم وسیلة بین الله تعالی و بین العباد. میگه بعض مردم از این آیت، در وقت از وام تو بعض مردم ها بودن، در وقت علامه آلوسی هم همت مردم ها بودن و علامه آلوسی از گمراهی از اینا خبر بوده. آل میخواه که ردی از اونا رو بگویم. ردی از اونا رو بگویم. چی میگه؟ میگه واستدل بعض الناس، و دلیل گفته بعضی از مردم به هذه الآیه، به این آیت، بمی وابتغوا الیه الوسیله على مشروعیت الاستغاثة بالصالحین، که ما استغاثه بکنیم به انسانهای نیک، و جعلهم وسیله بین الله تعالی و بین العباد، و ما را وسیله در بین خود و در بین خدا یاره چی کنیم؟ قرار بدیم انسانهای صالح را. والقسم علی الله تعالی بهم، الله را با یا قسم بدیم که ای پروردگارا بر روی ازی مرا ببخش، ای پروردگارا ذات ازی مرا ببخش، ای پروردگارا به فلانی شخص مرا ببخش، به خاطر فلانی شخص. این باک از در زبان عربی بر چی میه؟ بر قسم میه. مثل که میگی بالله. خب میگه بعضی کسان قسم بهم به یقال اللهم، سعی که میگی مردم ها میگن اللهم انا نقسم علیک بفلان، اقسم یقسم و نقسم، ما قسم میخوریم، نقسم علیک بفلان ان تعطینا کذا، که برای ما فلانی چه، ما به این قسم میتیم به فلانی، تو قسم میتیم به اینی شخص که برای ما این چیزا بده. و منهم من یقول للغایب، سعی کن میگه بعضی از این مردم های گمراه چی میگن؟ برای غایب میگن اول میتی، با یک مرده، کسی که وفات کرده، من عباد الله تعالی صالحین، از بنده های صالح الله که فوت کردن، یا فلان، برای مردهش میگن که ادعو الله تعالی لیرزقنی کذا و کذا، پیش قبرش میره که او فلانی برای من دعا بکو، او خود فوت کرده، این میره برش میگه او فلانی برای من دعا بکو که من کنم و خب کذا و کذا، این چیزا برای ما بده خدا. و یزعمونه، و سعی میگه و یزعمونه، کسی که عربی رو میفهمه، شما الحمدلله اینجا جوانا کلمات عربی رو، و یزعمونه، و اوت میگه یا گمان میکنن. زعم چی نمیگن؟ همین مردم ها میگن گمان میکنن ان ذلک من باب ابتغاء الوسیله، این هم از باب ابتغاء وسیله هست، گرفتن وسیله است. و یروون عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه یا روایت میگن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی احادیث، فاذا اعیتکم، اینا باز که پیش بودی میگه اینا پیغمبر خدا گفته که اذا اعیتکم الامور فعلیکم به اهل القبور، وقتی که یک مشکل داشتی برو به قبرستان، او فاستغیثوا به اهل القبور، اینا میگه اینا پیغمبری حدیث گفتن. میگه علامه آلوسی چی میگه؟ و کل ذلک بعید عن الحق بمراحل، کل گپای از چی است؟ از حق به مراحل دور است. دروغ میگن، احادیثشان ضعیف، احادیثشان دروغ، سر پیغمبر تهمت کردن و این گپاشان کلشان از حق چی است؟ دور. این گپ علامه آلوسی هست. خب آلی که آمدیم روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، تعلیف شهاب الدین محمود ابن عبدالله الحسینی الالوسی، جلد 4 صفحه 470 امی گپ گفته. خب منتها چون تفاسیر وقتی که چاپ میشه، بعض تفاسیر در اینجا چاپ شده، بعض در کشورهای مختلف احیانا صفحات و جلدهاش فرق میکنن، لکن شما وقتی که میخواستین این موضوع را پیدا کنین، دمی آیت شریف برین، دمی زیر آیت شریف در کل تفسیرها پیدا میکنین. میگه خب این دیگه گپ، این علامه آلوسی گفتن یه عالم ای گپای، ای عالمی که کتاب نوشته که ای گپای آلوسی رو گفته، ای گپایش نگفته. اگر میگفت به نفعش بود یا به ضدش؟ به ضدش بود. از این کدام سخت‌تر قیچی کاری، آلباز من برات نشان میدم.
خب آل میگه خوی گپی که پیشتری مردکه گفت، صاحب کتاب گفت که و تحقیق الکلام فی هذا المقام، که گفت که مثلا تحقیق کلام و خلاصه سخن علوسی در این مقام این است که استغاثه به مخلوق و گردانیدن وی وسیله به معنای طلب دعا در وی شک نیست. آیا این جمله در کتاب علوسی هست یا نیست؟ ایره پالیدیم. نه هست، همین جمله در کتاب علوسی هست، لکن برادر پیشتر چی گفت؟ قیچی کدگی گرفتیشه. مثلا ما برای تو میگم که ما روز جمعه، ما روز شنبه خانه شما میم، صحیح است؟ ما برات گفتم چی میکنم؟ روز شنبه خوب مثال گوش بگیر. ما برای خودت میگم که روز جمعه ما بیا اینجا باش که مثال ده برای از این میگم. خب برای پدرت بگو ما روز دوشنبه خانه تان میم، به شرط که روز دوشنبه رخصتی باشه. صحیح نه؟ این رفت برای پدر خود گفت که استاد روز دوشنبه خانه ما میاد. صحیح گفت یا غلط گفته؟ صحیح گفتی یا غلط؟ غلط. باید چی میگفتی؟ باید میگفتم که استاد گفت که روز دوشنبه من خانه تون میام به شرط که رخصتی باشه. به شرط که علامه آلوسی چی گفته؟ آفرین بشی. فهمیدین یا نه؟ علامه آلوسی چی میگه؟ آلوسی که این مردکه وقتی که از کتاب از اون نقل کرده شرطش نگفته. سعی کنین چی میگه؟ علامه آلوسی چی میگه؟ در عربی میگه و تحقیق الکلام فی هذا المقام، میگه تحقیق کلام که دیگه گپ زدن اجازه نیست. نتیجه تحقیق خودم میگه، یعنی من تحقیق کردم نتیجهش چی است؟ علامه آلوسی میگه و تحقیق الکلام فی هذا المقام ان الاستغاثه بمخلوق، استغاثه کردن به کی؟ به مخلوق، و جعله وسیلتن، و گردانیدنش وسیله، به معنی طلب دعای منه، که از اون مخلوق بری تو چی کنی؟ طلب دعا بکنی. لا شک فی جوازه، در جواز ازی شک نیست. ان کان المطلوب منه حیا، به شرطی که به او کسی که تو استغاثه میکنی یا دعا طلب میکنی و چی باشه؟ حی. چی رو میگه؟ این انکان المطلوب منه حیانه. مفتی صاحب اما تو قرد عقیده مردم بیچاره بی سواده که از پشت مردم ها میدون اینمی هست که الا دست ما ماچ کو، الا پای ما ماچ کو، الا چپن ما ماچ کو، الا افتاویم از پشتم بدوان، و او بیچاره بازی خورده یار خدا زده این مردم ها رو. تو چرا دست ما را ماچ میکنی؟ دست ما از تو که چی شرف داره؟ والله ما که پیش خود سنجش میکنم رتبه کلتان از مکه، به نظر خودم کلتان پیش الله از مکه رتبه تان بلندتر است. احسبکم کذالک ولا ازکی علی الله احدا، که ما از کلتان کده ضعیفترین و گناهکارترین هستم پیش خود که سنجش میکنم. پس تو چرا با این جوانی و با این تقوا و با این ایمانداری به دست چتل مرا ماچ کنی؟ چرا یعنی ماچ بکنی؟ یا ایوازی که من تو را بگم برو به الله سجده کو، بیاد پای مرا ماچ بکن. من طاغوت میشم اگه کار کردم. اگه کسی من اجازه بدم که پای من ماچ بکنه و در پای من بفته و خود ذلیل بسازه پیش روی من، طاغوت میشه. از این خاطر شما فمن یکفر به طاغوت، اول باید به کی کافر شوین؟ به این طاغوت اول باید کافر شوین. و یؤمن بالله، باز به کی ایمان بیاری؟ به الله. یعنی علامه آلوسی بیچاره چی گفته؟ الله او را ببخشه. بگوین آمین. چند قرن بعد این ما شما برش دعا میکنیم که الله ببخشه. والا ما از قلبم وقتی که من بحث نوشته میکردم همون تو برش گفتم الهی علامه آلوسی را ببخشی، الهی مغفرتش کنی، که چقدر آدم است، لکن بیچاره را چی کردن؟ گپش چی میکنن؟ قیچی میکنن. ان کان المطلوب منه حینا حذف میکنن. خب از این خاطر میگن که سیدی های استاد دایی را نشنوین، سیدی های مولوی متوکل میده کنین، سیدی های مولوی عابد نشنوین. چرا؟ و خب میفهمه که مولوی عابد و مولوی متوکل و استاد دایی و مولوی سیب کوثر و علمایی که واقعا گپ میزنن او خود جوان بیدار میسازن. صحیح نه؟ اگر کسی دی درس امروز ششته باشه
هیچ وقت باز او کتابکای دروغی که چاپ کردن بازی نمیخونن. از او خاطر دلیل خود ندارن که بیاین که بشینن کت ما بگه بیاین میشینیم. این تلویزیون ها زیاد هست. خب تلویزیون ها هست پیشون. بیاین تلویزیون ها میشینیم و میگیم تو هم بکش کتابته، تو هم دلیل بکش که من تفسیر الوسی رو بکش. چیز کردین یا شکستاندن سی دی. ما رئیس جمهور تاجیکستان در تاجیکستان گفته بود که سی دی های علمای افغانستان که گیر کردین چی کنین؟ ملا رحمانوف آخوند در تاجیکستان او گفته بود یارا بشکنانه. برای من زنگ آمد گفت استاد برای اینجا امر شده در تاجیکستان که سی دی های شما را میده کنین. ما هم بزدتش چی میکنیم؟ یک سی دی که پیدا شد 100 دانه کاپی میکنیم. باز برای هر کس گفتیم که شرطی نمیرسی سی دی که هر کس پیش پیدا شد 100 دانه چی کنه؟ کاپی کنه. این حال دم مردم بگی دم مردم بگی او که یک دانه رو میشکنه نه؟ مثلا از 100 دانه 20 دانهش بشکنه 80 تاش به 80 نفر رسید. او 80 نفر که 100 دانه کنه 800 دانه صدی او دیگه 80 دانه صدی میشه. بازور رسید پیشگاه همون تو. حتی من در مکه مکرمه در زیر پل میرفتم که همون تو سرم لوچ بود، تو یک پیرانه که سفید پوشیده بودم دیگه. خب اونجا گرمی زیاد است. من اونجا میرفتم که یک نفر اومدم تو گاهی این قسم میگن گاهی این قسم میگن گاهی قسم میگن تاجیکیست. من فهمیدم که در شک است. من عبدالظاهر دایی است. گفت والله من در شک بودم. من در شک بودم. شما را من دیدم. من درسای شما را شنیدم. خب گیریم که تو سی دی ای ما را در 4 نفر مردم بیچاره افغانستان شکستاندیه. تاجیکستان چطور میکنی؟ زور رحمانوفت نرسید. از این خاطر به خشونت، به جنگ، به غالمغال، به زدن، به دان بسته کردن این میشه. میگه ارسطو رو میگفتن وقتی که ارسطو رو برای کشتن آوردن برش گفتن ارسطو رو نباید پیش روی قاضی ها گپ بزنن چرا استدلال قوی داره. اگر گپ بزنه قاضی ها کلش چی میگه؟ گفت چی کنین؟ گفت دان ارسطو رو بسته بکنین که گپ نزنه. انت دان بسته در محکمه آوردنش برای گپ اجازه نداشت. گفت حکم اعدامش رو صادر کن با تهمت‌ها و دروغا. بناهن این حال شما سعی کنین که خب یک سخنی که جالبه که علامه الوسی میگه. علامه الوسی چی میگه؟ میگه اگر احیانا یک قاعده نمیده این قاعده رو حفظ کنین. میگه این قاعده ای است از علامه الوسی رحمت الله علیه. میگه که اگر یک نفر پیش یک شخص زنده میره که برام دعا بکن. صحیح نه؟ مثلا بیا برادر خودت نام چی است؟ مثلا همت خان آمد و همه گفت که استاد برای من دعا بکن. علامه الوسی میگه که اگر همت آمد همت الله خان پیش استاد و گفت که استاد برای من چی کن؟ دعا بکن. میگه این دلالت از این نمیکنه که استاد از همت کده رتبهش بلند است، این فضیلت داره. فهمیدین یا نه؟ فهمیدین قاعده را؟ یا من آمدم من برای اومد گفتم اومد جان امشب که نماز خوانی برای من چی کن؟ دعا بکن. وقتی که من طلب کردم از همت برعکس من دعا طلب کردم این حال همت برای من دعا کرد. آیا دعا کردنش برای من مانای زیر میته که از مکد افضل است؟ علامه الوسی میگه این مانای زیر نمیته. از این خاطر میتونی از هر کسی چی کنی؟ طلب دعا کنی. بفرمایید. از این خاطر میگم ولا يتوقف على افضلیته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول. بعضی اوقات یک شخص بلند رتبه از شخص پایین رتبه میخواد که برای چی کنه؟ دعا کنه. فقط صح زکی یا عالم و سر قرآن میفهمن حدیث میفهمن. میگه فقط صح انه صلی الله علیه و سلم قال لعمر رضی الله عنه لما استأذنه فی العمره. عمر رضی الله عنه میگه وقتی که آمد پیش رسول الله برش گفت که یا رسول الله من اجازه بده من میخوایم عمره برم. رسول الله برش چی گفت؟ گفت لا تنسانا یا اخی من دعائک. رسول الله بر کی گفت؟ بر عمر رضی الله عنه. چی گفت؟ لا تنسانا فراموش نکن ما را برادر از چی؟ آل رتبه کی بلند است؟ رسول الله صلی الله علیه و رتبه عمر رضی الله عنه چی بود؟ از پیغمبر کردن پایین‌تر. لکن پیغمبر از او کرد چی کرد؟ طلب دعا خواست. از این خاطر میگه مردم اتو جور کردن که نه
دعا کردن تا که در پیشانوی خود نشته نکرده باشه که آقا صاحب، تا که برات یک 6 متر شجره نکشه، تا که تو را نبره در یک قبر چپه نپرده. نه، تو میتونی دعا از هر مسلمان بکنی. دعای مسلمان در غیاب مسلمان چی میشه؟ قبول میشه. پس از هر مسلمان میتونی که چیز بکنی. خب و امره ایضا، میگه خود رسول الله هم از عمر رضی الله تعالی عنه که رتبهش از عمر کرده چی است؟ بالاتر است. طلب چی کرد؟ دعا کرد. خب گپای از یارو رد میکنه. گپای از یارو چی میکنه؟ رد میکنه. یعنی اگر دستماچ کردن در شریعت باشه باید مفتی صاحب دست ما تو رو میماچ کنه. صحیح نه؟ تو چرا همیشه دسته بر مردم پیش میکنی که ماچ کن؟ بگی دستای ما رو ماچ کن دیگه. دانو تو چی از دان ما کده چیز کرده؟ شاید تو یک کپن اسوار هم زده باشی. ما خون اسواری هم نیستیم. پس تو چرا قرار استاد هستی و دستای در دان مردم چخ کده میری؟ اگه از باز کدام جوان آمد ماچ نگد باز اونو بد یک جای من رفتم از امو خورد سنم که بسیار هم تو نوجوانم که بود، من از امو جوانی اما تو تولد که شدیم این هم تو چیزا بدم میامد. هنوز کتابا رو نمیفهمیدم. خودم هم امی آقا صاحب بودیم و ما رو میفتن آقا صاحب هستین، پادشاه صاحب هستین، مردم میامد دستای ما رو ماچ میکرد. باز چی میکرد مثلا اهل اشتکایتان اگه یک تاویز نشته کنم ماچ میشیم. باز بسیاری وقتا جنجال ما در خانه بود، من میفهمید دستای ما رو چرا ماچ میکنیم. دستای قرپر ما چی کمال داره که مردم بیای ماچ بکنه؟ یک جای من رفتم که کسی شیشتم تو خراب یک بغل انداخته در پشاور، مرا کس برد که بیا بریم پیش فلانی شخص، نامش نمیگم گفتم که مقصد رفتیم تو یک بغل خود انداخته. خب من گفتم که هر کس که میره دیگه هم تو قرار رفته دیگه دست زیر ماش میگه. راستی من که رفتم من دیگه گفتم من فی لبکای نازنینم که من برم در دستای قرمه پر ازی بزنم و اینو ماچ کنم. من ماچ راستی نکردم، این طبیعتا خوشم نامد دیگه. بود دیگه کلی گرفتن من رفتم دست شاگرد ماندن باشه خوب است. تامی آخری مردکه هم تو فقط شیر ورسون ما تو بعد حالا دوست خدا غرور احیانا دو قسم میشه. تکبر احیانا در لباس بسیار لوکس میشه که یک نفر بره دمی شهر بگرده یک کرتی $300 پیدا کنه ایره بپوشه باز بیای بر مردم بگه که این اصلا این کرتیم $300 است. احیانا در کالای کونی که مثلا تو تکی صدر پیگی تو ترون پوشیده میتونی بگی نه من میرم ایره غار کنی دی پیوند بزنی که من اقا تقوا دارم که این صاحب 40 تار در کلیم در کابل بسته کردیم و این صاحب یک ماه خدا نششتیم. هم از تکبر میشه. خدا چی میکنه؟ ریا میکنه که من بسیار با تقوا هستم. تقوا در کجاست؟ سعدی میگه که درویش صفت باش و کلاه توتوری دار. یعنی میگم کلاه بسیار لوکس که مردمای تتارستان میپوشیدن از او باش، لکن صفت چی باشه؟ صفت درویش داره. قلبت باید تواضع و تقوا داشته باشه. اینه که صاحب 15 تا چپن بپوشی باز وادی که صاحب خوردن شوه باز صاحب سعی کنین که اوه وقت پلو از خط استوام تیر کردن هم تو خورده میره ولی خبر تو نوبت برسانه. این چه قسم ترک دنیا کردی؟ یک روز یک کسی بود من یک روز که یک نفر مرا گفت که بیا که در قلب تو متن تقوا را تیر کنم چطور کنم چه کنم. خب من رفتم صاحب اول گرفتی دست مرا خوب یک ساعت اندل زد مرا گفت چطور شد قلبت؟ مفتم هیچ قلب هیچ چیز تیر نشده هم تو خاک خالی قلب ما تو هیچ. خب گفت والا تو گناه زیاد است و اشتباهات زیاد است. خب خداوند عفو کنه. خب بیا چند تا اندل دیگه بزن اگر این چیز شود. دیدم که دیگه اندلای دیگه هم نشد. خب بالاخره همین تو که من گفتم خلاص دست من ماچ کردم دستش. خب بالاخره ما صاحب 13 سال است که ترک دنیا کردیم. گفتم بسیار خوب است که خوب آدم هستی. دیگه روز اجل گرفتگی ما وادی در یک غوری شیشتیم. من دیگه در دل مزگی خود ترک دنیا کرده. آل دیگه برای من میگه که استاد جان همی گوشتکار تو بخو، همی کباب و مستو باشه. ما قدر چیز نمیخورم، یک تو یک نانک خشک میخورم اونجا میشینم. من دیگه قصدن کرد از این در غوری شیشتم به همین نیت که دیگه ترک دنیا زگه که آدم به ترک دنیا که بشینی خب فایده میکنی. آره صاحب که از این شیشتم کاسین صاحب برزد که تو خورده میره. آره یک وقت غوری رو مثال میگم غوری خو وسطش خط استوا داره نه از من هنوز کنجک در قطب شمالیش هنوز خلاص نشده که از خط استوام تیر کرد. ات گوش زده میره که همه تایران همونجا والا گفتم به خدا نه بابا اگه ترک دنیا نکردی تو ترک دین کردی. خب اینا علامه آلوسی چی میگن؟
میگه حتی میگه رسول الله صلی الله علیه و برای عمر رضی الله عنه گفت که وقت رفتی پیش اویس القرنی، او هم یک آدم خوب بود، پیش از او وقتی که رفتی میگه و امره ایضا ان یطلب من اویس القرنی رحمه الله تعالی علیه ان یستغفر له. میگه رسول الله صلی الله علیه و برای عمر رضی الله عنه چی گفت که وقتی پیش اویس القرنی رفتی بر از او بگو که بر تو چی کنه؟ دعا کنه. آل رتبه عمر بلند بود یا رتبه اویس القرنی؟ عمر صحابی بود، اویس القرنی تابعی. او عمر دیده بود، پیغمبر رو ندیده بود، لکن رسول الله صلی از این خاطر طلب دعا کردن از کسی به معنای این نیست که رتبهش باید حتما چی باشه؟ بلند باشه. خب و امر امت سایکو میگه دیگر از سایکو از این که کلانتر دلیلش میگه دیگر دلیلی که این رتبه بلند ضرورت نداره به خاطر ازی که میگه خود رسول الله برای امت خود گفته که برای رسول الله درود بفرستن نفرستن. درود دعاست یا نه؟ رتبه کی بلند است؟ ادعای شک نیست که رتبه رسول الله از ما و شما کده بلند است. رتبه صحابه کرام از ما و شما کده بلند است. رتبه تابعین از ما و شما کده بلند است. رتبه تابعین از ما و شما کده چی است؟ بلند است. رتبه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از استاد دایی کده چی است؟ بلند است. ما برای امام ابو حنیفه چی میگم؟ رحمت الله علیه. درست نیست. پس وقتی که ما برای رحمت الله علیه میگیم، برای صحابه رضی الله تعالی عنهم میگیم، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم، این چی است؟ این میگه این دلیل دیگه است. سبحان الله. ببین علما چه قسم برای ما و شما عمو دینه، اما تو مغزش پرزه برای ما میکشه و نشان میده که این اگر میخوای دیندار باشی این قسم دیندار باش. خب این حالا چی میگه؟ و به ان یصلوا علیه و اما اذا کان المطلوب منه میتا، سکو باز آل داخل دیگه گپ میزنه. اما میگه اگر مطلوب منه از کسی که تو میخوای که دعا بکنی، طلب دعا بکنی و از پیش از او استغاثه بکنی، اگر او میت باشه او غایبا یا در مجلس حاضر نباشه، او در تاجیکستان باشه، تو از اینجا برش بگی برای من یک دعا بکن، او غایب است، عالم غیب نیست دیگه. چی است؟ فلا یستریب عالم، فلا یستریب یعنی ریب یا شک نمیکنه هیچ عالم انه غیر جایز. چی است؟ اینه این گپ من نیست. گپ کی است؟ گپ علامه آلوسی که این کلگی شیخ المفسری خودشان میگن. خب فلا یستریب عالم، صاحب مفتی بخونه گپ علامه آلوسی را. فلا یستریب عالم میگه هیچ عالم دیگه شک نمیداشته باشه انه غیر جز و انه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف. میگه از جمله بدعت هایست که هیچ یک از علمای سلف گذشته ها را میگن که از صحابه و تابعین و تبع تابعین اینا این کار نکرده. اینا اگه تو طلب دعا میکنی و استغاثه میکنی به میت سیست کسی که فوت کرده و به کی؟ غایب. اینه میگه هیچ عالم دیگه چیز شک نداره. اینی از گپای علامه آلوسی. علامه آلوسی میگه که آخری جمله خدایی رو میگه. چند گپ فهمیدیم. اول فهمیدیم که استغاثه از میت و کسی که وفات کرده و کسی که غایب است از او اجازه نیست. دیگه گپ فهمیدیم که اگر کسی از یک نفر طلب دعا میکنه ایمانای زیر نمیته که نفر که تو از پیش طلب دعا کردی و حتما باید کی باشه؟ درود بهش از تو کده بلند باشه. بلکه تو میتونی که برای هر کسی از هر کسی تقاضا بکنی که بر دعا بکنه و گردنتان بسته که بر من پیش من درس خوانین بر من دعا نکنین در غیاب. میکنین ان شاء الله؟ نه نام گرفته. نام گرفته دعا بکنین. به خاطر از اینکه ما اینم قدر زحمت بر شما میکشیم، خود شما هم خیر است یک دعا بکنین که یک دمی 100 یا کنیم 100 نفر اگه دعا یکی تو خداوند قبول کنه یعنی انسان چی میشه. خب اینال علامه آلوسی میگه اگه به دیگران بزنه که میگه بعضی اوقات که بعضی مردم در شک میپرتن، میگه چی میگه؟ میگه نعم، میگه ایگه باید متوجه باشین که السلام علی اهل القبور مشروع. بعضی کسا که باز او گپا را برشان بگویی گپا آلوسی را بازو میگه صاحب این خوب وهابیا میگه بیچاره آلوسی رو وهابی ساختن. یک وقت آلوسی بیای برش بگه به خانگاه که تو خراب ما وهابی بودم. اون صاحب او رو چیست؟ اینال علامه بعضی کسا میگه که چیست؟ اینال بعضی مردم تو رس خو اگه برش بگی به قبر سجده نکو میگه تو از کرامات منکر هستی.
من از کرامت منکر نیستم. کرامت اولیاء خود قرآن ثابت است. و اگر پس اینجا اگر خانم ها بشنون کرامتی که در قرآن ثابت است برای خانم ها ثابت است. اول برای کی ثابت شده؟ برای بیبی مریم که زکریا علیه السلام آمد برای چی گفت؟ غذاها را وقتی که پیش روش دید که میوه های تابستانی در پیش روش وقت زمستان گفت انا لکی هذا قالت هو من عند الله. گفت از کجا شد؟ گفت از جانب الله. پس کرامت ثابت است و از حقوق زن که در اسلام است این کرامت در قرآن برای از زن در قرآن ثابت است. از بیبی مریم استادا بر ما میگفتن در باب کرامت میخوندیم. این حال بعضی اوقات وقتی که بر از اینا بگویی که بس قبر سجده نکن میگه شما از کرامت نیست که کرامت انکار کنی کافر میشی. یا میگه از رفتن به زیارت مردم منع میکنن. نه خیر صاحب، رفتن به زیارت به طریقی سنت رسول الله صلی الله علیه و به زیارت رفتن این سنت است. سنت است. از این خاطر علامه علوسی میخواد که همین شک مردم ایجاد نشه، میگه که نعم بله السلام علی اهل القبور مشروع. میگه سلام دادن به اهل قبور چی هسته؟ مشروع هست. و مخاطبتهم جائزه و میگه خطاب کردن به اهل قبور چی است؟ جایز است. یک گپ در یاد داشته باشین که این که اهل قبور وقتی که تو برش خطاب میکنی میگه السلام علیکم اهل القبور و بر از اینا مثلا خطاب میکنی، اونا چه قسمی میرن میشنیدن؟ شنیدنشان کار غیب است. چی است؟ کار چی است؟ غیب است. اون رو ما نمیفهمیم. یکی چه قسم برشان میرسه، منتها ما و شما مکلفیت به چی داریم؟ با آنچه که بر ما از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه داده شده است. میگه از این خاطر چی است؟ فقط صح، میگه سعی کنین این حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که انه کان یعلم اصحابه، میگه رسول الله تعلیم میداد اصحاب خدا که اذا زاروا القبور، وقتی که به قبرستان میرفتن به زیارت قبرستان، ان یقولوا السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و انا ان شاء الله تعالی بكم لاحقون یرحم الله تعالی المستقدمین منا و منکم والمستأخرین نسأل الله تعالی لنا ولكم العافیه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولم يرد، دوباره میگه رسول الله صلی الله علیه و ولم يرد عن احد من الصحابه رضوان الله تعالی علیهم وهم احرص الخلق على كل خير انه طالب من میت شیئا. اینم علامه علوسی میگه لکن رسول الله بر صحابه گفته بود که شما برین به اهل قبور چی کنین؟ سلام بتین و برشان دعا بکنین به این شکل مسنونه. لکن میگه علامه علوسی باز میگه که ذهنتان خراب نشه که باز این وقت شه، لکن میگه که خب میگه که ولم يرد عن احد من الصحابه، لكن میگه از هیچ یک از صحابه ای وارد نشده که و هم احرص الخلق على كل خیر، در حالی که صحابه حریص‌ترین مردمان به نیکی ها بودن، انه طالب من میت شیئا، ای ثابت نشده که اینا از کدام مرده چیزی طلب کرده باشه. این نشده. خب بل قد صح عن ابن عمر رضی الله عنهما، بلکه میگه از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه این روایت صحیح روایت شده انه کان، میگه که عبدالله ابن عمر صاحب میگه وقتی که داخل میشه دخل الحجره النبویه، وقتی که در حجره نبوی صاحب داخل میشد در اتاقی که رسول الله صلی الله علیه و دفن است، میگه چی میگفت؟ السلام علیک یا رسول الله. میگه در اونجا برش میگفت که السلام علیک یا رسول الله. عبدالله ابن عمر صاحب میگه السلام علیک یا ابابکر، با سلام بر کی میداد؟ ابوبکر صدیق. السلام علیک یا ابتی، باز میگه سلام بر تو ای پدرم. پدرش کی بود؟ عمر رضی الله تعالی عنه. ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك. عبدالله ابن عمر میگه اینمی سلام که میداد دیگه میگه میرفت، دیگه از که اضافه کاری نمیکرد. ولا یطلب من سید العالمین صلی الله علیه و سلم، میگه طلب نمیکرد، چیز نمیخواست از کی؟ از سید المرسلین که او در قبر است، او من دجیعیه المکرمین، از دو نفر که در دو پالوش دفن شدن از اونم و هم اکرمو من دمنته البسیله، تو میگه بزرگترین شخصیت های هستن که زمین اونا را در آغوش خود گرفتن. و ارفع و قدر و منزل عظمت من سایر من احاطت به الافلاک، از تمام دیگه مخلوقاتی که هستن. نعم الدعاء فی هاتیک حضرت المکرمه و روضه امر مشروع، فقد كانت الصحابه
تدعو الله تعالی هناك. میگه بله، اما دعا کردن میگه مشروعیت داره که در اونجا دعا شو پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه صحابه کرام این کارا میکردن، لکن مستقبلین القبله. روی خدا کدام طرف میکردن؟ قبله. وقتی که روی طرف قبله کنی، پشتت کدام طرف میشه؟ طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولم یرد عنهم استقبال القبر الشریف. هیچ وقت میگه روی خدا به طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردن که دست خود دعا کرده باشن عند الدعا، مع انه افضل من العرش. در حالی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، گپ علامه آلوسی است، از عرش هم کده فضیلتش بلندتر است که از رسول الله صلی الله علیه و آله یا از قبرش است یا هر چیز است. مقصد اینجا واختلف الائمه فی استقباله عند السلام. حتی میگه علما اختلاف کردن که وقتی که سلام میتی آیا روی طرف قبله بگیری یا روی طرف قبر رسول الله. فعن ابی حنیفه رحمه الله تعالی، امام ابو حنیفه رحمت الله چی میگه؟ انه لا یستقبل بل یستدبر. امام صاحب ابو حنیفه میگه حتی وقتی که قبر رسول الله سلام میدادی روی طرف قبر نگیری. متوجه هستی؟ و استقبل القبله، باید روی طرف قبله بگیری. و قال بعضهم، لکن دیگه علما چی میگن؟ یستقبل وقت سلام. نخیر، در وقت سلام روی خود طرف قبر بگیری پروا نداره. و تستقبل القبله و یستدبر وقت دعا، لکن در وادی دعا باید روی طرف قبله بگیری. یعنی علما به اینی دقت، علامه آلوسی اینی گپا چی کردن؟ بیان کردن. اینی بود برادرای محترم سخنای علامه آلوسی. و ای هم انشاءالله تعالی امروز اگر همه قرار فهمیده باشین که وابتغوا الیه الوسیله چی معنی فهمیدین انشاءالله. اگر همه قرار شما یاد گرفته باشین، باور بکنین برای اصلاح عقیده مسلمان اینمی گپ بسیار مهم است. چرا اکثر مردم از اینمی ترجمه غلط و تفسیر غلط اینمی کلمه بسیار مردم ها چی میکنن. وقت بین این برادر میتیم که 1-2 دقیقه خلاصه آنچه که گفتیم برای ما اینجا بگویه، از زبان از شیرین تر است. باز درس ختم. الرحمن الرحیم. خلاصه درس امروز ما توسل بود، یعنی وسیله جستن بود که توسل با چند رقم می باشه و در ابتدا توسل که مشرکان یعنی وسیله می جستن یا به طریق که اونا وسیله می جستن، اونا طور بودن که زمان که وسیله می جستن اونا به بت‌ها می رفتن و بت‌ها رجوع می کردن، از اونا وسیله می جستن و اونا بعداً باز خودشان میفتن که ما نعبدهم، ما اینا را پرستش نمیکنیم بلکه الا یقربون الی الله زلفا، یعنی ما اینا وسیله قرار میدیم که اینا باعث میشه که ما به خداوند نزدیک میشیم، اینا وسیله میشه ما به خداوند نزدیک میشیم. اما وسیله جستن توسل به طریق سنت کس و طور که خداوند متعال میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين جاء مستثنا میساده، استثناء قرار میده مگر کسانی که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی ما را اشاره میکنه که توسل جستن یا وسیله جستن به این شکلش مشروع است، مقبول است که عبارت از اول شرط خودش ایمان داشتن است و بعد از او اعمال صالحه که انسان زمانی که یک عمل صالح انجام میده، اعمال صالح را انجام میده، این باعث میشه و مقبولتر اینمی است به درگاه خداوند که انسان هم ایمان خود و اعمال صالح خود به دربار خداوند وسیله قرار بده و از او توسل بجویه. و همچنان اونا مشرکین که بودن همی بت‌ها را که پرستش میکردن و صنم و بعد از او به قبرهای پیامبرانشون اشخاص بزرگ اونا رجوع میکردن، از اونا استغاثه میجستن که لعنت خداوند بالای مشرکین است، بالای یهود و نصارا است و همچنان از امام صلی الله علیه و دعا کرده که خداوند قبر مرا وثن نگردان، یعنی عبادتگاه و نگردانه که امت ما گمراه نشه، یعنی و از قبر ما اینا چیز نخواهد که همین دعای مبارک همچنان قبول شده. به می خاطر است که کسی اجازه نداره و اینا مشرکان که مثالش به غیر یعنی با کسای به قبرها می رفتن توسل می جستن یا به اشخاص رجوع می کردن، اینا یک آیات مبارکه دلیل میارن که میگن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اینمی کلمه را که شما وسیله بجوین، اینا اینمی دلیل میارن، اینا به اشخاص رجوع میکنن، به قبرها رجوع میکنن. و علامه علوسی مبارک در تفسیر خود میفرماید اونا که وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله جستن یا استغاثه کردن از اشخاص به شرط درست است که اشخاص یعنی همون شخص زنده باشه، حی باشه، در وقت جواز داره. در غیر از او که فوت شده باشه یا قبر باشه به هیچ گونه جواز نداره و این یعنی کار ناروا است.
و خود همی وسیله را طور تعریف میکنه که وسیله خودش عبارت از فعل یا انجام دادن عبادات است، کارهای نیک، اعمال صالح است و ترک معاصی است. که خود نمی تعریف وسیله همی است که انسان کار نیک بکنه، اعمال نیک داشته باشه و در ضمن ترک معاصی، یعنی گناه را ترک بکنه. این خود از این وسیله است. و همچنان وسیله و وسیله جستن یا توسل جستن از اشخاص، به این خاطر همچنان رواس و جواز داره. وقتی زمان که انسان میره پیش شخصی که میگه از او طلب استغاثه میکنه یا دعا میکنه، میگه بر ما دعا بکو، داق ما دعا بکو، به این خاطر که زمان که انسان از کسی میگه که بر ما دعا بکو، این کلان فضیلت برتری را ثابت نمیکنه که پیش کسی که ما میریم از ما که افضل است و برتر است. چون که زمان که حضرت عمر رضی الله عنه پیش از محمد صلی الله علیه و آله میره که بر ما اجازه بده که ما عمره میکنم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله برش میگه که بر ما دعا بکو. و شخصی که دوجه بود به نام وایس قرنی پیش از او، یعنی از او هم پیش از او هم برو بگو که بر ما یعنی حضرت عمر طلب چیز مغفرت بکنه. پس از اینجا ثابت میشه که یعنی طلب امی استغاثه بر از شخصی که زنده است جواز روی این امی دلایل که این کدام فضیلت کدام برتری ده نداره.